سورپرایزی داریم. امروز میخوایم با چند تا وسیله این جایی که میبینید رو تمیز کنیم و درست کنیم و بریم واسه یه ساعت توش کمپ بزنیم. نه که از اون کمپ هایی که چادر بیارن بندازن اینجا، همینطوری بشینیم اینجا غذا درست کنیم و وسیله بخوریم. ساب بکنید چون که امروز تولدم. بچه‌ها مرسی که ساب میکنید. بریم که بقیه ویدیو رو ببینیم. باید اینو بکشونیم اونور که همین الان باید با این یه دونه وسیله بکشونیمش اونور. مرسی که لایک میکنید، مرسی. حتما دکمه سابم بزنید که بریم که داشته باشیم. باید جارو بزنیم. ببینید اینجا رو باید جارو بزنیم. با یه بشکن الان جارو میزنم. اجا خب الان تمیز کردیم با بشکنمون. خب الان ببین الان میگه اینا چنه چون که اینجا سوخته بچه‌ها و اینا نمیرم. یه طرف اونجا اشغاله یه طرف هم میبر. بچه‌ها خب ما الان باید این چیزی که میبینید و اینو از اینجا میندازیم میکشونیم جاش. حالا که الان نمیخوایم. خب الان این میزمونه که میخوایم روش غذامونو بذاریم بخوریم. ببین لامپ هم اونجا وصل کردیم بچه‌ها چون که کم نوره بچه‌ها 3 حالته است که الان 200 تومن پولشه. این پولشه. این بعد اینم چیزی که ما میخوایم تو شب استفاده کنیم. این هم چیزی که میگه تولدتون مبارک. خب بچه ها حتما دکمه ساب رو بکوبید چون که خیلی خسته کننده است. خسته شده ببینید. خب الان ما که این کار کردیم الان ما باید یه کمی ماساژ بدیم. خب این ما که کردیم ماساژ. خب الان باید بریم با یه بشکن سوری این باند خونه بیاریم. خب بچه ها اومدش. ببینید الان ما میخوایم اینو بخوایم یه بشکن دیگه بزنیم که شب شه. بچه هر سو بشکن میزنیم یعنی شب نمیشه. همینجا گیر کرده. پس بریم بچه ها الان کارمون رو انجام بدیم. چراغام که اونجاست. خب الان میگید باید چیکار کنیم. خب ببینید ما الان باید دکوریشن رو درست کنیم که ما میخوایم یه خوب درست کنیم. هم خوب باشه دیگه. خوب ببینید ما باید اینو بیاریمش بچه ها اینجا. اینم که کنده است که سوزوندیمش تو. خب اینم میزمونه که یک هم باید بیاریم اینجا موزیکمون قرار میگیره. بعدش هم اینجا صندلی و اینم صندلی کاره که الان دکوراسیونمون درست شد. ولی خب میگی چرا الان اینجا اینطوری دلگیره هیچی نداره. خب ما داریم یه چیز ساده مثلا میرید جنگل ساده میخواید این وسیله رو این میز و یه دونه اینو دو تا دونه صندلی. خب الان میگید خب چراغمون کن. اینجا چند تا چراغ هست. اینم چراغمه که ویدیوشو بهتون نشون دادم تو چند دقیقه پیش که الان این شب شه. بعد حالا آتیش زدن یه بشمک میزنیم تا وسایلامون حاضر شه. 1 2 اصلا بشمک نمیزنیم میشوریم 3 2 1 2 3. بچه ها خب آتیشمون هم ردیف شد. الان میخوایم با چخماق این دستمالا رو بسازیم. ببینید اینو گوشمون رو میذاریم اینجا همینطوری که میبینید چخماق. خب بچه ها میبینید این چخماق اینطوری به این صورت. ببینید چخماق به این صورت میگیرید که حالا من نمیتونم اونطوری واسهتون بگیرم ولی خب سعی میکنم بگیرم چون ما کسی ندارم. ببینید گوشمون افتاد که ببین نداره هیچ نیست. ببینید شما الان چخماقو یه بار واسهتون تست کنم. شما چخماقو باید بگیرید به سمتی که استفاده کرد که میشه این سمت. ولی که نخورش کردید باید بگیرید توی دستتون بعد بکشید که حالا ما آروم میزنیم بریم که آتیش رو روشن کنیم. نمیخوام که شما ببینید چجوریه چون کار سختی بدون بگیر. 1 2 بچه آتیش هم که زدیم. ببین عجب آتیش میشه فقط با 1 دونه چخماق. ببین فقط با چخماق این آتیش رو زدیم که کاغذها رو زدیم. خب الان آهنگ بگیم موسیقی عشقه. خب الان ببینید باید روشنش کنیم.
The Bluetooth device is ready to pair. خب بچه همینطور که میبینید داریم وصل میشیم بهش که آهنگم درست کردیم. بابی هم غذا میپزه. بزن برو پشت جاز بشین. حالا ببین چراغا رو اون اولش بزن. اینجا هم روشن. بچه صاف میکنید، دستتون درد کرد که صاف کردید. مرسی که تا این ویدیو همراه من بودید. کانال من حتما لایک و صاف کنید. برید اشغال کنید دیگه از این آموزش.